18 تا کنون تو رقابت‌ها داره شرکت میکنه، عنواندار آسیا و جهان از این پسر دوست داشتنی ما. تو رکوردگیری تیم ملی تا 177 کیلوگرم رو بالای سر برده. با شناخت خوبی هم که ازش داریم امیدوارم امروز بتونه طلای خوشرنگ این دسته رو از آن خودش بکنه. یه دور دسترس نیست و میکشه، ورزده رو میسته، چقدر ترتمیز. ماشاءالله پسر، اولین حرکت اینجوری پرقدرت و مصمم. 176 کیلوگرم. شما می‌نازه علیرضا یوسفی. دلاور قائم شهری ما 28 ثانیه فرصت داره، میکشه وزنه رو و میسته. کشش بسیار عالی، راحت و مصمم. اینجوری دومین حرکت خودش هم با موفقیت به اتمام میرسونه. 184 کیلوگرم فرصت داره. دلاور قائم شهری ما میکشه وزنه و چقدرم ترتمیز. وزنه رو بالای سر میره با یه فریاد بلند، اینجوری قدرت خودشو به سالن جینجور نشون میده. ماشاءالله پسر. 190 کیلوگرم به نام علیرضا یوسفی در یک ضرب ثبت میشه. نگاهی هم به ثانیه شمار میندازه. 30 ثانیه فرصت داره. علیرضا یوسفی ما میکشه وزنه رو. کشش خوبی بود. انجام حرکت قیچی و 236 کیلوگرم. پهلوانی از قائم شهر، اولین حرکت خودش پرقدرت و مصمم. هر فرصت داره. 18 ثانیه 17 ثانیه. دلاور قائم شهری ما میکشه وزنه رو. چقدر راحت بلند شد. ماشاءالله پسر، بارا جمع میکنه و فیکس میکنه. اینجوری قدرت ایران رو تو سالن جینجو نشون میده. خسته نباشید دلاور، چقدر عالی کار کردی تو این صحنه. چیزی که قابل پیش بینی هم بود از علیرضای خوب ما. 3 کیلوگرم نسبت به رکوردی تیم ملی وزنه رو براش سنگین‌تر کردن. 16 ثانیه فرصت داره. میکشه وزنه رو، میسته. کشش خوبی بود. پرتاب میکنه وزنه رای. خدای من، پشت سر رها کرد. همه چی آماده بود برای شکستن رکورد آسیا. بازم دست در نکنید پسر علیرضا یوسفی. 190 کیلوگرم یک ضرب، 246 کیلوگرم دو ضرب به کار خودش پایان داد با مجموعه 436 کیلوگرم.